درود بر شما دوستداران مرجع فال رحمانی. عزیزای دلم، یه ریلز کوتاه داریم در رابطه با ازدواج. فروردین ماهی ازدواج داره امسال، اردیبهشت ماهی فعلا زمان میبره، خرداد ماهی نمیبینم، تیر ماهی 100% به هم پیشنهاد برای مجردامونه و مطلقه ها. تیر ماهی 100% ازدواج داره و عشقش هم ازدواج میکنه. مرداد ماهی بهت میگه بله نیت ازدواجی داری، سند زدن ازدواج بر تو مبارکه. برای شهریور ماهی جفت شدن رو داره میده. برای مهر ماهی میگه ازدواجی با پول خواهی داشت، ثروت، پول، موفقیت امسال داری. برای متولدین آبان میگه بله خودت میتونه با همکارت باشه، کسی که باش داری شغلی دارین با هم دیگه بسیار عالی، هم شغل خودته. آذر ماهی میگه بله نگران نباش تا برج 1 افتاده و برای دی ماهی فعلا 2 دل تصمیم نگرفته. بهمن ماهی 100% با وفاداری ازدواج میکنه. اسفند فعلا نمیبینه.